اون ترین جمله‌ای که وقتی این ساعت سرخ تو قلبمون از حرکت وایساد میتونیم به خودمون بگیم اینه که من همه تلاشمو کردم. و به نظرم این جمله اگه کسی بتونه بگه خوب زندگی کرده، مستقل از این که نتیجه اون بیرون چیست. میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن، یا فال به نام من دیوانه. انسان بودن دشواری وظیفه است و خیلی چیز سختیه. من همش به خدا میگم خدای میبینی این پایین آدم موندن و انسان بودن با این همه، میدونید یه جدالی، یه تناقضی بین رویاهای ذهنی و واقعیت‌های عینی وجود داره و این سخت‌ترین بخش انسان بودنه. مهمه که ما چطور میدونید با چه نگرشی، با چه اپروچی به این مسئله در واقع نزدیک میشیم و این زندگی رو که مدت کوتاهی به پایان میبریم. و ما میتونیم، ما میدونید همه ظرفیت درونیشو داریم اگر خوب به این صدای در بریم با هم دیگه یه جفت خوشگل درست کنیم. تدی‌ها رو از قالب که در آوردیم به واسطه رنگ چشاشون رو میکشیم. به نظر رنگ چشاشو با چی کشیدیم؟ تو کامنت بهم بگو. چشا که تموم شد به وسیله لیوان یک بار مصرف قالب سازی میکنیم. تدی و بادکنک‌ها رو سر جاشون فیکس میکنیم و در آخر از قالب در میاریم و کار تمومه.